تارمه رو آب انباری هم داریم. این قسمت فضای تارمه است یا تراس، میگن بهارخواب. فکر کنم شیرازی‌ها زیاد این اصطلاح به کار میبرن. این فضای بسته است، تارمه حالا مسقفه. تارمه رو آب انباری هم داریم. قسمتی رو آب انبار آوردن بالا 1 متر، اون قسمت میشه تارمه رو آب انباری، یعنی فضای نشستنی برای فصلی. اینجا تارمه در واقع مسقفه، هم فضای بازی هست برای چرخش، هم فضای باز هست به خاطر سیرکوله هوا، چون طبقه بالاش کامل مسقف نیست، باز میتونه هوا رو چرخش بده، توی تمام زوایا بچرخونه و حس خفگی به توی اتاق نده. جزئیاتی که بخوام برای شما بگم، نگاه کنید این چندل این مهار عملا این ستون، 2 ستون بوده، توی 2 ستون رو با همدیگه ارتباط میداده، دوباره وصل میکرده به ستون بعدی، دوباره وصل میکرده به ستون بعدی. حالا می اومدن برای یه فضای باز، فضای شاید نازیبایی که بوده، یک همچین چیزی با چوب یا با حالا متریال مناسب مثل سیمان یا حالا توی دورای بعد استفاده میکنن. ولی در قدیم همین بهش میگفتن تابشبند. یه لوزیایی داره که وزش باد شدیدتری به پشت این بده و فشار در واقع اون باد رو بگیره. اینجوری به این صورت خیلی ساده اجرا میکردن. بریم میگیریم. خب نگاه کنید اینجا، این ما گفتیم مرمت تجاریه دیگه، چون همه اتاقا مستر به ضوابطی که در واقع هتلداری در واقع الزام میکنه خیلی‌ها رو. اینجا این سرویس بهداشتی مجموعه است. ما به خاطری که بتونیم قرینه کنیم و توی نما اون سرویس بهداشتی تو ذوق نخوره، دیوار سرویس بهداشتی پشت این در قرار گرفته و ما یک درب نمادین روی اون قرار میدیم. حالا توی دورای بعدی اومدیم چراغ هم پشتش گذاشتیم که چراغش از توی اتاق خاموش روشن بشه و کسی متوجه نشه که پشت این دیواره. روبرو نگاه کنید، این هم دیوار سرویس بهداشتیه که یه درب با شیشه رنگی گذاشتیم پشتش که مخفی بشه.